عزیز حتی در نکاح میگن که قلنفر نیارین که زندگی آدم تیز میشود، زندگیش ناخوب میشود، زندگیش دیگر. باور کنید اینا ضعیفی ایمان ما و شما را نشان میدن. اینا یک سفسطه های هستند که در همین دین ما و شما داخلشان کردگیند. باور کنید کدام بگیم یگان کثافت و بدبخت جایگیر کردگی است. ما و شما را چنان ترساندن که حتی از قلنفر میترسیم که اون که نعمت خداست، ایرا باید که انسان خورد آخه، چی در نکاح، چی در توی، چی در کدام معرکه نباشد. اینا دروغ هستند، اینا را باور نکنید. اگر شما با اینا اعتقاد داشته باشین و همین رسم و همین بگیم جاهلیت اگر جاری کنین، شما گناهکار میشوید. شرکت شفافرما داروهایی را پیشنهاد میکند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلندی، گایمرید، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید به مانند پسریاس، سفید شوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای شفافرما به شما کمک میرسانند. غیر از این اگر شما مشکل‌های اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت شفافرما مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمود کپسول و روغنی که به صدها در دوا دارند پیشنهاد می‌نمایند. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. الحمدلله الذی بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق الغايات، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وأهله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش از آنی که موعظه امروزه را اعلام کنیم و آغاز کنیم، اولا از همه شما میخواهم که دست به سوی درگاه پروردگار برداریم و از خدای مهربان ما و شما دعا طلب کنیم تا که خداوند آن مرادهایی که در دل دارین، آن مطلبهایی که در دل دارین، خدای ما و شما اونها را برآورده گرداند. اللهم صل و سلم و بارک علیه. خدای مهربان از جمعه تا جمعه که مغفرت گناه بنده هست، از این بندگان تو یک جمعه سپری شد و خدایا انسان بی سهو و بی گناه و بی غلط نمی شود. آن سهو، آن غلط، آن خطاهایی که در دوام این یک هفته از ما بندگانت سر زد، خدایا با فضل خود به حرمت این روز جمعه جمیع گناههای ما را مغفرت بگردانی و خدایا تا جمعه دیگر باز عبادتهای ما را رنگین بگردانی، عبادتهای ما را با ذوق و با شوق بگردانی، مهر ما را، محبت ما را خدایا نسبت ذات خودت، نسبت پیغمبرت، نسبت قرآنت، نسبت اسلام و مسلمین خدایا باز هم زیادتر بگردانی و خدایا امت اسلام را از فقر خلاص بگردانی و خدایا آرامی را در تمام دولت‌های اسلامی برقرار و بردوام نگه بداری
و این جمعیتی که در این خانه تو حضور دارند، خدایا بیماری ها داشته باشند شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی. گذشتگی ها دارند، گذشتگی هاشون خدایا رحمت و مغفرت بگردانی. غایب ها دارند، خدایا غایب هاشون حاضر بگردانی. قرضدارهایی که در بین جمعیت ما هستند، خدایا قرض هاشون کنده بگردانی. و خدایا این جمهوری تاجیکستان ما را و دولت‌های پیش قدم ترین مبدل بگردانی و رهبریت و اون سردارهایی که در این حکومت ما و شما هستند، خدایا مهر و محبتشون نسبت اسلام، نسبت مسلمان ها، نسبت مسجد ها زیاده بگردانی. ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. در جمعه ما و شما چندین میهمان ها هم حضور دارند که با اونها ما صحبت داشتیم، چه از دوشنبه هستند چه از حصار هستند و برای زیارت ما و شما آمدند، برای دیدن این جمعیت ما و شما آمدند و الحال در بین جمعیت ما و شما نشستند و طلب کردند که در حق ایشان هم دعا کنیم که اونها هم خاص از برای فقط زیارت و برای ادا کردن نماز جمعه آمدند. و اینجا یک شخص دیگر هم از دنقره از ما خواهش کردند که قابل جان در حقشون دعا کنیم. خدای مهربان این مهمان ها و این برادر قابل جان از جمیع بلا و آفت ها در حفظ امانش خدا نگه بدارد و در هر قدم این مهمان ها خدایا حسنات کتابت بفرماید و هر مراد و مطلوب هایی که در دل این مهمان ها و این برادر ما قابل جان است خدایا با فضل کرم خود برآورده گرداند. آمین یا رب العالمین. بابای فیض‌الله هم خدا رحمت و مغفرت کند، از همین محله ما بود که فرزندشان اسمت و نبیرشان رمزیا جان که در همین معرکه نشسته‌اند و مخلصی همین مسجد ما و شما هستند، گفتند در حق رمزیا جان در حق باباشان و اسمت باشد، در حق پدرشان گفتند دعا کنید خدای بابای فیض‌الله را روحش شاد، قبرش را خدای مهربان پر نور بگردانی و فرزندها و نبیرهاش خداوند اهل توفیق و اهل هدایت بگردانی. آمین یا رب العالمین. جمعه پیشین ما و شما درباره حقوق شوهرها بالای زنها صحبت داشتیم. الحمدلله که 3 جمعه پیوسته در این موضوع صحبت کردیم و البته باوری دارم که انشاءالله این صحبت ها بی تأثیر نمی مانند. اگر در 10 هم که تأثیر نکرد، شاید در 1 نفر هم که تأثیر کند، انشاءالله این هم برای ما و شما بهبودی هست، پیشرفت است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می گوید فاذا قمت على باب الجنه، وقتی که شب معراج نزد دروازه جنت ایستاده شدم، فاذا عامت من دخلها المساکن، نزد در جنت وقتی ایستاده بودم و نگاه میکردم توده توده مردم وارد جنت میشد. وقتی که پرسیدم اینها کیا هستند، گفتند مردم مساکین و فقیرها هستند. اهل جنت اکثریتش را گفت پیغمبر دیدم فقط مسکینها و فقیرها بودند. فاذا قمت على باب النار فاذا عامت من دخلها النساء، لیکن نزد دروازه دوزخ هم نگاه کردم که توده توده مردم در دوزخ پرتافته میشد، همش از جمله زنها بود. اکثریت اهل دوزخ را پیغمبر خدا گفتند نظارت کردم، از زنها عبارت بود. البته زنهایی که
در دنیا احترام شوهر نکردند، زنهایی که در دنیا به تربیه فرزند اهمیت ندادند، در دنیا به طرف شوهرها زبان درازی کردند، شوهرها را به احترامی کردند، حیات خوب مرد را به تلخی مبدل گردانیدند. اینها کسانی بودند که عاقبتشان وارد شدن بر دوزخ است. البته تمام خواهران عزیز و مادرها می‌دانند که این دنیا اونقدر دنیای دراز نیست، دنیایی هست که زود است که البته بالای چی زن باشد چی مرد باشد هجوم میکند و اون امانت میگیرد و در پیش ما و شما حیات دیگر داریم، حیاتی که وی فنا شونده نیست. باید که برای اون حیات، اون دنیا باید که ما و شما کوشش و حرکت داشته باشیم. حضرت عثمان میگوید که شنیدم از پیغمبر خدا که میگفتند ما من امرأة قالت لزوجها ما رأيت منك خيرا، اگر کدام زنی که در دنیا به سوی شوهر میگوید ای شوهر من از تو چیزی ندیدم، بسیار است امروز این کلمات از اکثر زبان زنها صادر می شود. اگر یک روز یا یک ماه اگر زنها از نعمتهایی که در خاندان داشتند شاید سببهای پیدا شد و همان نانی با سیری را ندیدند، یا شاید که اون لطف و مهربانی هایی که شوهر داشت در دوام یک روز یا یک هفته اون لطف و مهربانی ها را دیگر مشاهده نکردند، در حال به سوی شوهر میگوید من از تو چیزی ندیدم. وقتی میگوید این سخن از زبان زن صدا داد احبط الله عملها 70 سنه ولو كانت تصوم و تقوم الليل. پیغمبر خدا گفتند این زن در جواب این سخنی که به سوی شوهر گفتند 70 ساله عبادتشان برباد دادند، اگر چندی که روز روزدار بود شب به نماز بود. در یک کلمه که میگوید ما رأیت منک خیرا، من از تو چیزی ندیدم. باید خیلی با احتیاط باشم. چگونه که یک غلام در نزد مولای خود چقدر احترام دارد، یعنی چقدر با احترام صحبت میکند، از روی ترس باید که زن هم با شوهر خود این چنین صحبت داشته باشد. این زمان انشاءالله اون ثواب‌هایی که در این جمعه‌های گذشته گذاشتیم بعد زن نائل می شود. و الا اگر سرکشی کند و این گونه کلمات ها را اگر تلفظ کند وای به حالش، چی در دنیا و چی در قیامت البته اینها شرمنده هستند و در عذاب خداوند گرفتار می شود. امروز باشد چگونه که به شما خبر دادیم که خیلی سوال های زیاد منتظر جواب هستند. میخواهم که جواب این سوال ها را به شما خبر دهم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. داملای شیرین بیان. در سنت خواندن پراکنده شدن درست است یا نه؟ از صفها. زیرا مولای ما میگوید درست نیست. یعنی وقتی ما و شما فرض میخوانیم، کدام فرض نماز نباشد، چی فرض جمعه باشد، چی فرض پیشین باشد، چی فرض عصر باشد، ثواب و سنت همین است که در حال جایهای خود عوض کنیم. این ثواب است و سنت است. فقط جمع شدنی، یعنی راست بودنی صف، پر بودنی صف فقط برای نماز فرض است و خلاص.
برای سنت اگر شما صف کشین و در صف راست کنین برای سنت، نماز همه کراهیت دارد، مکروه است. در نماز سنت هیچگاه باید صف راست نباشد و صف نباشد، باید همه پراکنده باشد. سنت انا همین است. اون ملا صد نامعقول کرده است. ملا از هوا گفت است. ملا اگر پسترین کتاب همین شرح گوری را مختصر تماشا کند، در همون در باب سنت ها میگوید که حتی که سنت در مسجد خواندن خودش مکروه است. سنت باید در خانه خوانده شود و در مسجد که آمدیم باید که جایهاتان، مثال چی قدر میگوید صاحب کتاب که اگر جایها را عوض کنیم و جایهای سجده چی قدر زیاد باشد، همون قدر برای خود شاهد در روز قیامت تیار میکنه. یعنی هر پارچه زمینی که شما عبادت میکنین، اینها برای شما شاهدی در روز قیامت میدهند. چند قدر شاهد زیاد شد، همون قدر کار شما آسان میشود. این از طریقه سنت خواندن. فرضها را که خواندیم پراکنده شوین در مسجدها هر طرف، حتی در خانه هم که خانه سنت است، اگر به شرط خانه های شما نزدیکتر باشد. دوم سوال، این شعر بیدل را التماس تحلیل کنید. آفت ایجاد است ساز زندگی، هوشیار باش. از طراوت خانه دارد در رهی سیلاب گل. اصلا همین تحلیل شعرها دا ما را البته بگیم علم ما نمیرسد، لیکن این برادر از ما خواهش کردن همین بیدل تحلیل کنیم. بیدل خود میگوید که شعرهای من همش کوتاه بلندی ها دارد. این شعر مرا، نظم مرا با خود کوتاهی ها و بلندی ها دارد. یعنی شما قوت تحلیل او را ندارید. لیکن به هر حال من میگویم که معنای این شعر این است که آفت ایجاد است ساز زندگی، هوشیار باش. حضرت میگوید آفت ایجاد معنای که یعنی زندگی انسان از آفتهای زیاد عبارت است. ای انسان هوشیار باش. یعنی در حیاتت ای انسان تو بی‌نهایت آفتهای زیاد میبینی. آفت ایجاد است ساز زندگی، هوشیار باش. هوشیار باش که زندگی شما آفت ایجاد است، یعنی آفت ایجاد میکند. یعنی روز به روز آفت ها و روز به روز مشکلات و مشقت شما زیاد میشود در زندگی. از طراوت خانه دارد در رهی سیلاب گل. طراوت گفته اصلا معنای تر و تازگی را دارد. طراوت تر و تازگی. میگوید که گل برای آنه که همین تر و تازه بماند، خانه دارد در رهی سیلاب گل. همین رهی سیلابه را، رهی سیلاب یعنی رهی سیلابه آب، همین گل برای آنه که تازه بماند، دائم شکفته بماند، برای همین تازگی و حیات بردوامش همین رهی سیلاب برای خودش اختیار کرده است. انا انسان هم میگه زندگیش مثل گل است، بلای آنه که مثال همین آدم زنده ماند، حیاتش بردوام ماند، باید که همین مشقت هایی که در بالاش میاد همین ها را باید که چیکار کند؟ تحمل کند و روپرو شود. چگونه که گل از سیلاب یعنی از آمدن سیل عذاب دارد، مشقت دارد. این از همین معناش باور میکنم دیگر از این ممکن که دیگر تحلیلی نداشته باشه. السلام علیکم داملا حاجی مرزا، اگر در نکاح دست بالای دست باشد چی زیان دارد؟ یعنی نکاح وقتی که نکاح صورت میگیره در خانه کدام از مسلمان های ما و شما، بعدا همونجا مردم تکلیف میکنند که دست ها را راست مانید، یعنی بالای زانو هاتون در راست مانید، نه جنبین نه خندین، دیگر اینا دروغ هستند.
دستها چی در بالای پا باشد چی در زمین باشد، اینا یگان اهمیت ندارند در نکاح. برادرای عزیز ندارند، اینها هیچ معنی ندارند. دست در بالای دست نباشد. برای چی؟ برای که نکاح قلف میشید است، برای که مثال همین بچه نکاحش مثال عاقبت زندگیش ویران است وقتی اگر دستی ما در بالای دستم باشد. اینا دروغ هستند. برادرای عزیز حتی در نکاح میگن که قلنفر نیارین که زندگی آدم تیز میشود، زندگیش ناخوب میشود، زندگیش دیگر. باور کنید اینا ضعیفی ایمان ما و شما را نشان میدن. اینا یک سفسطه های هستند که در همین دین ما و شما داخلشان کردگیند. باور کنید کدام بگیم یگان کثافت و بدبخت جایگیر کردگی است. ما و شما را چنان ترساندن که حتی از قلنفر میترسیم که اون که نعمت خداست، ایرا باید که انسان خورد آخه، چی در نکاح چی در توی چی در کدام معرکه نباشد. اینا دروغ هستند. اینا را باور نکنید. اگر شما با اینا اعتقاد داشته باشین و همین رسم و همین بگیم جاهلیت اگر جاری کنین، شما گناهگار میشوید. اینا دروغ هستند، باور نکنین. همان برادرایی که مثال نکاح میبندن و میگویند که دستات باید روی دست باشد و دیگر باشد، اونا از همه مهمترین همین که همون شو عروس پرسن نماز میخوانی یا نه. نکاحی که مثال عاقبتش اگر بخواهد که نیک باشد، زندگی که اگر خواهد که عاقبتش خوش باشد، از همون جوان دختر و جوان پسر بپرسن که تو نماز میخوانی یا نمیخوانی. این ضلال است. اون دادن قلنفر و دست در بالای دست گذاشتن و دیگر این سوزن زدن، اینها همه دروغ هستند. اینا را باور نکنید. اینا فقط از همون فتواهای زنکای هستند. همون مردهای زنکلانی که همون زنهاشون همین وظیفه را در گردنشون میگذارن، انا از همونا پیدا شده است. اینا را شما اهمیت ندید. نگذارین همون زنهایی که در پیش شما آمده پشتی همون کستون و مثال همون بگیم لباس شما را سوزن میزنن. اینا معنی ندارن، شما را گناهگار میکنن. در کدام کتاب است همین؟ از اینها دیده باید که همون دختره، همون جوان مثال جوان پسر تربیه اسلامی دادن در کار، اخلاقی خوب داشته باشد. اینا ضرورتر هستند در نکاح، نه اینکه دست بالای دست ماندن و دیگر مثال جاهلیتی که در همون شب نکاح انجام می‌یابد. اینا هیچ معنی ندارن، دروغ هستن. اینا رو باور نکنید. السلام علیکم. که حاجی میرزا 5 سوال کردن. همین یک سوال 2 سوال کنین. بعد به نهایت بعضی برادرها تمام زندگیش 3 ورق 4 ورق می نویسند. ننویسین، همون مختصرا همون سوال بگو، چیزی هست قوت مرسی جواب میگیم، نشد میگیم پیش دیگر کس را. آیا بشیر نان مزارها قسم خوردن چه خیل است؟ شرک است. کسی که اگر به نان قسم میخورد، به شیر قسم میخورد، به مزارها قسم میخورد، اینها در گناهگار میشود، بی نهایت گناهگار میشود. باور کن از ترک نماز در حتی که گناهش بزمین‌تر است. کسی که به نان قسم میخورد یا به شیر قسم میخورد یا به مزار قسم میخورد، رسول اکرم گفتن کسی که اگر به غیر خدا قسم میخورد وای شرک در خدا آورده است، وای مشرک است. اینا در باور اینا قسم نیستن. قسم فقط والله بالله تالله، انا همین 3 قسم است. اینا در قسم خوردن شما گناهگار میشین. دوم، از جایش میخیزد یا پیر میگوید. آیا این چه خیل است؟ اینم نادرست است. پیری وای چی قدرت دارد؟ انسان باید که فقط با نام الله نشیند، با نام الله از جای خود خیزد. فقط وقتی از جاتان میخیزین پیر دارین، خدا پیرتان رحمت و مغفرت کند. پیری تو اون قدرتی را ندارد که تو را از جای خود خیزاند و در جای تو نشیند. این قدرت پیری تو ندارد. فقط باید که ما و شما الله گفته از جامان میخیزیم، الله گفته در جامان می نشینیم. همه با قدرت الله است.
سوم، آیا با زن خود در حمام خانه یک جایه غسل کردن درست است؟ البته سنت است. سنت است که باید در حمام مرد همراه زن خودش غسل کند. اون زن وظیفش همین است که بدن شوهر تازه میکند، میشود، پاکیزه میکند، بعد دعای شوهر میگیرد. این سنت است. خوش به حال همون زنهایی که پیش از آنه که مثال مرد اراده حمام دارد با همراهی همون شوهرش حمام می رود و مثال بدن شوهرش صابون میکند، بدن شوهر مثال پاکیزه میکند، تازه میکند. خوش به حال او زن. این سنت است. چهارم، آیا زن میتواند که مرغ یا دیگر حیوان را ذبح کند؟ میتواند. زن حقوق دارد که مثل مرد چگونه که مرغ است کدام حیوانی نباشد ذبح میکنیم، کار در دست میگیرد، بسم الله الله اکبر میگوید، ذبح حیوان میکند. این جای منعش نیست. پنجم، آیا زن سر مرد را تراشیدن ممکن است؟ یعنی تراشیدن البته درست است. یک جوان گفت که ما در کدام قشلاق که زندگی میکرده است، گفت وقتی همون زن من گفت وقتی سر ما تراشید، ملا گفت که الکی زن به تو چی شد؟ طلاق شد. این هم خیلی ملاها هم هستند. حالا که آخی یا را بگیم همش وظیفه زن غلط نیست، آخی وظیفهش هم که نباشد کردنش سنت است. همون تیغ گرفت یا همون لیزبر هم میگیرد مثال سری مرد هم میتراشد، چی جای گناه است؟ تراشیدن 100% درست است، باکی نداره، بلکه ثواب میگیرد. یکم سوال. السلام علیکم، آیا ابورت جایز است؟ ابورت جایز است. ابورت کردن یعنی در زنها میگویند تا 4 ماهگی اگر زن خواهد که مثال همون شکم بدگیش تازه کند، حقوق دارد، اسلام هم رخصت میدهد که رفته تازه کند. لیکن 4 ماه که شد الکی جان در بدن این کودک در آورده می شود از روی آیت ها و احادیث های پیغمبر. این صورت در وقتی که وی ابورت میکند الکی همچه قاتل نفس به حساب می رود، یعنی همچه آدم کش به حساب می رود. برای تا 4 ماهگی اگر مثال خواهد همون زن یگان سبب های داشته باشد می تواند که ابورت کند، اینجا گناهگار نمی شود. دوم، یک داملا مهمانی آمده بود، گفت که با میکروفون گپ زدن حرام است. همون مهمانی چه کند؟ ما به مهمان هم خودمون میدونیم شکر خدا که با میکروفون درست است یا نادرست است. فتوای مهمان ما در کار هم نیست. شکر خدا هم کتابی جمع کردیم داریم که دیگر نه با مهمان در کارمانه، نه مولوی و نه اولیا. شکر خدا همش حل است. الحال یگان کمبودی الحمدلله در بین داملاهای ما و شما نیست، همه مسئله جوابش مییابد. برای همین هر مهمان که آمد همون مهمانیش کند، دیگر میکروفون حرامه، دیگرش حرام است، این حرام حلالش هم خودشون حل میکنه. اگر میکروفون حرام باشد همون خانه همون ملا رفته بینه که همین گازی که میسوزیم که همین گاز هم حرام است. خب برای دوره پیغمبر در گاز نبود. این چراغایی که خانه در شب در میتیم اینا حرام هستند. خب دوره پیغمبر در چراغ نبود. این جلک ها دوره پیغمبر در نبود، پوشیدنش حرام است. خب اون ماشین هایی که میشینن راحت کده رفته آمده هستند اینا هم حرام هستند. برای همون ملایی که انا میرم میگه حرام است، برای ما حلال است. چی جای حرامی دارد وقتی که صدای مرا اطرافی ها همه میشنوند؟ چی جای حرامی دارد؟ اینا همون ملاهای هستند که بیچاره تا حال چشم شورانه کشادند. آن چیزی که در همون پیش دیدن کتاب قدیمینه همون را قپیده ایستادگیان، دیگر این پیشرفتی دنیا و زمانه به اینا هیچ دخالت نداره. همون ملا کار شکند برود، دیگر مهمانی شکند. سلام علیکم داملای عزیز، زنی اکه را گرفتن درست است در اسلام یا دادر زنی اکه را بعد وفات اکه یا دادر درست است؟ اگر مثال وقتی که برادرت از دنیا میگذرد یا دادرت از دنیا میگذرد، یعنی علاقه زنی او برای تو بیگانه میشود. اسلام رخصت میدهد که چی زنی اکه باشد چی زنی دادر باشد در نکاح خود دراری،
اینم به خاطر همون فرزندهایی که باقی مانده است. اگر فرزندم که نداشته باشد، رخصت است که همون زن از اوی که در بدر می شود و دستی به زنا می زند و مثال شأن شرف همون اولاد می ریزاند، اگر همون برادر یا اکهی که وی در نکاح می دارد، این جایز است. این سخن خدا و پیغمبر است.